الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دوستان نهایت عزیز و مهربان، مسلمانان با دیانت این سرزمین، در آغاز از الله سبحانه و تعالی جهان تشکر باید کرد که باز هم من و شما را فرصت داد تا در پاکترین جای به خاطر اشتراک در حلقه درس و ادای وجیبه به نام جمعه حضور به هم رسانیدیم. این بزرگترین نعمت الله سبحانه و تعالی است. همه میگیم الحمدلله. دوم، همه خواهران و مادرانی که آوازم را میشنوند، امیدوار هستم که خواهران و مادران ما در صورت امکان به کلام الله سبحانه و تعالی و ارشادات رسول نازنین صلی الله علیه و سلم گوش فرا دهند تا باشد در نتیجه شنیدن کلام الله سبحانه و تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم نقش زندگی خود را انتخاب کنند. عزیزانم، همان طوری که همیشه گفته بودم، حلقه درس جمعه را عنوانش را زندگی روزمره امتها انتخاب می کند. چیزی که مسائل داغ و اساسی و فوق العاده‌ای که در جامعه می گذرد همانا منبعی هست که خبر جمعه را می سازد. در اینجا گاهی دوستانم از طریق تلفن تماس داشتند و گاهی خودشان مستقیما آمدند که شما بحث اختصاصی در ارتباط به ستاره افغان ندارید. نظر به تقاضای ملت و مردم و سامعین و شنوندگان مؤمن و مخلص سرزمین خواستم که موضوع این جمعه را اختصاصاً به ارتباط این پدیده شوم و این نام نامیمونی که در جامعه زبان زده زبان هاست اختصاص دهم و دوستان را آگاه سازم. عزیزانم، باید عنوان داد که ستاره افغان را بشناسید. در آغاز پیش از اینکه در اصل موضوع داشته های خود را به گوش شما برسانم، برادران و خواهران امت اسلامی، پیشنهادات دارم. در آغاز همیشه عنوان کردیم و اعلان کردیم به هیچ قبیله ما رقابت، دشمنی، سیالداری نداشتیم و نداریم.
به هیچ قبیله، به هیچ ارگانی نه ما سیالداری داریم و نه داشتیم و نه علما و دعوتگران راستین امت اسلامی دارند. فقط و فقط مسئولیتی که علما در قبال امت اسلامی دارند، همیشه آخرین تلاش علمای کرام به این هست مسئولیتشان در قبال امت اسلامی ادا شود، روز قیامت به درگاه خدا شرمسار و خجالت و شرمنده نشوند. هدف اصلی ما رضای الله سبحانه و تعالی، ادای مسئولیت در قبال امت، خصوصا در عصر امروزی در قبال پسران و دختران امت اسلامی. مسئولیت سنگین، بار سنگینی که به دوش علما از طرف صاحب شریعت گذاشته شده به حد سنگین است که هیچ اسکواتر مدرن و پیشرفته این را برداشته نمیتواند. ولی متاسفانه برای رفع مسئولیت در قبال امت، در قبال دختران و پسران امت اسلامی، علما همیشه عرض اندام کردن، حقیقتها را گفتن. یک پیشنهادم همین است که به هیچ کسی سیالداری و رقابت ما نداریم، کسی با ما عقده‌مند نشوند. دومین پیشنهاد است هر آنچه که میخواهم بگم تقریبا 97% را از متن قرآن انتخاب کردم که 1% امکان داره ارشاد رسول نازنین صلی الله علیه و سلم هم باشد. پس اگر به گوشهایی که بد میخورد، به اندیشه ها و تفکر کسایی که سازگار نیست با ما اعلان عقده‌مندی نکنند، با ما اعلان دشمنی نکنند، منابع را ببینن که به آدرس کجا صحبت کردیم. اگر از قرآن به سرشان بد میخورد، مشکلشان را به الله و قرآن حل کنند. اگر به آدرس ارشاد رسول نازنین علیه الصلاة و تسلیم چیزی را گفتیم و به سرشان بد میخورد، مشکل خود را با رسول و حدیثش حل کنند. ما به عنوان یک مایک، به عنوان یک بلندگو صدای قرآن و حدیث را انعکاس میدهیم. پس گناه مایک چیست؟ گناه از مایک نیست، گناه از آنجاست که از اون حرف سرچشمه میگیرد. بناهن اعلان عقده در برابر علما نباید کرد. هر آنچه که قرآن و دین میفرماید مسئولیت علما هست که در قبال امت ادا کنند. سومین پیشنهادم است بالای ما فکایی مرکب سوار و خرسوار را آغاز نکنین. اگر علمایی که بیان نکردن، اعتراض امتای اسلامی است که چرا علما خاموشند. اگر علما حقیقتها را گفتند، بسا فامیل ها عقده میگیرند و سنگر میشوند. پس همانا مرکب سوار است که با پسرش دو پشته به مرکب سوار میرفت و به یک قشلاق عبور کرد و گفتند که اینها ظالمن، یک پدر و یک پسر و یک بچه بالا یک مرکب بی زبان سوارند. به قشلاق دیگر نزدیک شدن، یکشان پایان شد که پسر است. اینجا گفتن که این پدر ظالم طفلک بیگناه را پیاده مانده و خود سوار است. قشلاق دیگری عکس کردن که پدرش پیاده و پسرش سوار است. گفتن طفل بی ادب در زندگی ندیدیم که پدر موی سفید پیاده میره خود سوار است. با آخرین قشلاق اردو پایان شدن و مرکب خالی روان است و گفتن این دوتا مرد احمق مرکب خالی می رود، خود مشقت بار پیاده حرکت کرده اند. این فکایی ها را به ما نزنین. اگر صحبت نکردیم هم حمله شماست، اگر صحبت کردیم هم حمله شماست. حیران به خدا ماندیم که از کجا بگیریم، از کجا صحبت کنیم، به کجا برسانیم. ما خود در فرمول و قانون دعوت نام کسی را اجازه نداریم که بگیریم، نام شخص را اجازه نداریم.
سخن قرآن و رسول را ارشاد و همه هدایاتش را بیان میشه، هر کس خود را محکم بگیره که کروز رهبری شده قرآن بر فرقش اصابت نکند. اون کار خود شماست که در برابر آماده باشین. بنا ستاره افغان، اول خوامی ستاره و افغان را یک معنا کنم. عزیزانم، در قدم نخست را اشاره میکنم که این در کشورهای کفری، در کشورهای سیک ها و هندوها سابقه بیشتری دارد. متاسفانه که این پدیده شوم در افغانستان عزیز از 1384 فکر میکنم که آغاز شد. 1384 بود که بنیاد این فساد در این سرزمین گذاشته شد. ولی ستاره به معنای عربیش کوکب، افغان این ملت افغانستان. میریم به طرف آنچه که کوکب از متن قرآن و ارشاد پیامبر چیزی به ما بیان شده که کوکب چی محاسن و نیکی هایی دارد. کواکب و یا کوکب یا ستارگان در آسمانند. آنچه که از قرآن و ارشاد رسول معظم اسلام جمعا صلی الله علیه وسلم معلوم می شود. مقصد اصلی، هدف مهم، حکمت اساسی خداوند در خلق ستارگان سه چیز بیان شده است. یکی گفته است قرآن: ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ما زینت دادیم آسمان دنیا را به ستارگان. یک فایده مهم ستارگان در امت اسلامی زینت فضای دید و منظره دیدشان است. یک به جای دیگر الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ثاقب، آنچه که جنیات و شیاطین بلند می شدن یک خبر ملک را می شنیدن و صدها دروغ را ضمیمه می کردن. قرآن ستاره را بیان می کند که موظف است که اونها را بزند، بکشد، هلاک کند و بیابانها بیاندازد. سومینش راهنمایی در شب تاریک به مردان مسافر از جمعاً. ستاره یا زینت آسمان هست یا بزرگترین کروز به خاطر هلاکت شیطان است، و یا در شبی که مهتاب نبوده باشد نور یا روشنایی که به نفع ملت‌های مسافر در سفرها حرکت کنند. پس این سه حکمت اساسی که در خلق ستارگان از قرآن و سنت دیده میشه همین است. ولی متاسفانه نام این ستاره را مخصوصا منسوب به افغانها به چیزی کرده اند که نه تنها زینت فضای زندگی ما نیست، نه تنها راهنمایی در شب تاریکی ما نیست، نه تنها کروز رهبری شده شیطان نیست، بلکه تجسم فیزیکی شیطان در جامعه تقدیم می شود. متاسف هستم که آنچه فساد از صلاح می خوانند، آنچه فساد از دین می خوانند، آنچه فساد است، آنچه تاریکی است روشنایی می خوانند. من در حیرتم. بناءً به یکی از آیه های قرآن کریم در صفحه های دوم سوره بقره برین مراجعه کنین. الله سبحانه و تعالی می فرماید: و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. زمانی که گفته می شد به مشرکین و منافقین فساد در زمین نکنین، و می گفتن که جز از ما کسی دیگر اصلاحکاران نیستند. الا به اعلان فرمود: الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. با خبر اعلان قابل توجه، جز اینها دیگر فساد پیشه در جامعه نیست، ولیکن به فساد خود نمیدانند. جز اینا کسای دیگری فساد پیشه نیستند، اما متاسفانه که به فساد خود نمیفهمند. حالا عزیزانم، نامش را ستاره ماندن در واقع تاریکی است. نامش را ستاره نوری که در تاریکی هدایت کند در واقع تاریکی است. نامش ستاره افغانها، ولی کروز کشنده است که افغانها را میکشند. به هیچ وجه مناسبت و معنایی ندارد. اگر شما انتقاد بکنین و میگوین که ما اصلاحکارانیم، استعداد جوانان را نهفته است، امتحان میکنیم. داشته های دختران و پسران امت را معلوم میکنیم، در عین حال که از آغاز کار تا به ختم کارش یکایک سیستم فاسد و سیستمی که به هیچ داشته های دین مناسبت ندارد. یک گذر کوتاه خدمتتان عرض کنم که آنچه میکنن چه کاری میکنن.
در آغاز سفر به ولایت ها میکنن با عنوان کمپاینشان، با عنوان اعلان کردن به نسل جوان، به دختران و پسران امت اسلامی که ما همچو یک مراسم فساد را داریم. یک. دوم، زمانی که با اشتراک گسترده کسایی که ناکام شدن، دختران و پسران امت ناکام شدن، میدانین که چه کاری کردن و یک سال دیگر آمادگی میگیرن که تا آینده ما چی شویم. در تاریخ یک سال دیگر سفرها به کشورهای خارج میکنن، به آسیای میانه و به کشورهای دیگری، با اونجا خانه های شخصی انتقال کرا میگیرن به خاطر تعلیم و آموختن این سیستم فساد و کشنده ترین بیماری در قبال امت اسلامی. شبها و روزها را در سفر میگذرانند، هزارا دلار هزینه میخواهد و مصرف میکنند. دو. سومینش یادتان باشد زمانی که کارد اشتراک در این مراسم را گرفتن، قضایایی را که مشاهدتاً کسایی که از طریق تلویزیون ها دیدن، من ندیدم اما مستند است، بعد از اخذ کارد از خوشحالی به زمین افتیدن و گریان میکنن و مچمچی میکنن بر رقمی که خودتان میفهمین. و زمانی که میخوان اشتراک کنن اونجا داورایی هست، به حضور داورها مانند این دوها رسم تعظیم انحنا سرخم کردن را انجام میدهند. و بعد دخترانی که ناکام شدن گریان میکنن که ما از پدر و مادر و فرزند و خانواده‌ای که داشتیم که اونها موافق به اشتراک ما نبودن، با همه قطع ارتباط کرده در این مجلس فاسد اشتراک کردیم، مگر متاسفانه ناکام شدیم. والدینشان با دختران در جمع حضور مردم گریان میکنن از خوشی و از آنانی که رأی دادن تشکری میکنن که از شما تشکر که به اینها رأی دادین. و کسی بودن در این جمله که یک روز از مرگ پدرش میگذرد ولی او به مجلس اشتراک میکنه که او به نام فساد و بیدینی است که همه میدانند، و بعد ناکام میشود و بالای قبر پدرش میآید و فریاد بلند میکند ای پدر کاش زنده می بودی، آواز خواندن ما را در سیستم ستاره افغان خبر میشدی. سر قبر این آواز است که ملت ها بلند کردند. و کسایی که ناکام شدن اعلان کردند که در حق ما ظلم شده، ورنه در بخش فساد ما پیشتاز بودیم، موفق و پیروز در باب فساد بودیم، باید نمبر اول فاسد ما نوشته می شدیم، متاسفانه در حق ما ظلم شد، ناکام شدیم. کسایی بودن که به حضور همه مردم استاد شدن و از الله کمک میخواهند که در این باب فساد ما را موفق بگردان. سبحان الله، نعوذ بالله. و زمانی که منابع هستند که اسمیس میشه، هر بلایی که میشه مسیجک و پیامک و اسمیس 10 افغانی میخورد، هزارا ده هزار انسان اسمیس و پیامک میکنن، این پیسه ها به جیب کی میرود؟ همه متوجه بوده باشین. و بعد برگزاری اختلاط زن و مرد، دختران و پسران طور با یک سالون با یک میدان حضور دارند که وقت اطلاعات و منابع اطلاعاتی نشان میدهند فکر میکنی که در کشور هند و اروپا حضور دارند. کسایی که در اثر غم ناکامی بیمار شدند اعلان دادند که باید مفت تداوی شوند. اینک چیزایی هست که در داشته های مسئله ستاره افغان هست. حالا بیاییم از متن قرآن که اینا فاسدینن، فساد انواع مختلف دارد، متوجه باشین. 10 سبب در نظام قرآن فساد خوانده شده، آبادی زمین و آسمان را به این ارتباط داده شده. اگر بخواهیم که زمین و آسمان آباد بوده باشد، ملت ها در زمین دین خدا را برسانند و عمل کنند، باید از این 10 سبب گریز در کار است. اما متاسفانه در داخل 10 سبب به نحوی از آنها کار ستاره افغان و اشتراک کنندگانشان دخیل است که از 10 سبب متن قرآن بیرون نیست. الا متوجه باش. الله سبحانه و تعالی می فرماید در سوره محمد صلی الله علیه و سلم آیه 22، فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض الآیه. آیا نزدیک است که شما از حضور پیامبر رویگردان شوین و در روح زمین فساد کنین؟ اینجا فساد به معنای کفر است. اصل فساد میفهمین معنای لغویش چیست؟ خروج یک شی از حد طبیعی و اعتدالش.
زمانی که گوشت بوی گرفت فاسد است، زمانی که شیر ترش کرد فاسد است، زمانی که ماست تلخ شد فاسد است، زمانی که برنج شب مانده خراب شد فاسد است، زمانی که میوه سیب و کینو و ناک زخمی شد و تاسید و بوسید اینا فاسد است. پس اصلی معنای لغوی فساد است از حد اعتدال بیرون شدن. پس دقیقاً بزرگترین سبب در باب فساد کفر است، زیرا کفر همانا چیزی هست که گوشت بوی گرفته می باید نامید. کفر همانا چیزی است که باید ماس تلخ شده نامید. کفر همانا چیزی است که شیر ترش کرده نامید. کفر همانا چیزی است که ناک و سیب بوسیده و تاسیده و بوی گرفته ای که از تعفنش به آن طرف عبور کرده نتانی، همانا یک چیزی است که در قرآن نامش را فساد، ان تفسدوا فی الارض، که شما فساد در زمین کنین، همه چیزها را از حد اعتدال بیرون کنین. بدون شک اعمالی که در سمینارها یا مراسم ستاره افغان انجام می شود اعمال کفری، اعمال یهودیت، اعمال نصرانیت، اعمال سکها هست بدون شک. اما تعبیری غلط نکو، مسلمانان را کافر نمیگم، هدفم سر عمل است. این عمل عمل اسلامی نیست، ولو که خودش مسلمان باشد اما عملش مسلمانی نیست، زیرا این اعمال فاسده هست. پس بناهن کار و گزارشی که در سیستم کاری ستاره افغان دیده می شود، اگر میوه بوسیده و بوی گرفته بگویین بجاست، ماسی از استفاده برآمده تلخ شده بگویین بجاست، اما گوشتی بوی گرفته بگویین بجاست که از مسیرش عبور مسلمان امکان ندارد. از این خاطر یک سبب فساد در امت اسلامی امین است. وقتی که در عصر پیامبر می گفتند که لا تفسدوا فی الارض، در زمین کفر و شرک و نفاق انجام ندهید، همه کافران صدا می زدند که ما اصلاح کارانیم. امروز از مسیر اینترنت ها و منابع اطلاعاتی مسئولین این اداره اعلان کردند که ما استعداد نسل جوان را، استعداد دختران و پسران امت اسلامی را به جامعه تقدیم کردیم که چه استعدادهایی نهفته در اینجا بوده ولی کس نمیفهمیده. میخواهند که به نوع خود را مصلح بنامند، با خبر باشند که عمل کفری است. آیه 22 قرآن کریم این را فساد و گوشت بوی گرفته خوانده است. دومینش فساد به معنای کار مخالف با شریعت. هر آن کاری که مخالف به شریعت بوده باشد دوستانی من، عزیزانی من، اون فساد است. هر آن کاری که برخلاف قرآن و سنت، برخلاف مسیر صحابه رضی الله عنهم، برخلاف مسیر ائمه دین، بزرگان دین بوده باشد، اونک دقیقاً کار فساد و کاری است که انسانها را از حد اعتدالش بیرون می سازد. الله سبحانه و تعالی در پاره 15 صفحه اولش را ببینید، می فرماید و قضینا الی بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض وقضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتين. ما میگه فیصله کرده بودیم در کتاب که بنی اسرائیل دو دوره از شریعت بغاوت میکنن، در برابرشان ظالم مسلط میشود، حتی بیت المقدس را خراب و ویران و تباه و برباد میکند. اینک قرآن در صفحه اول سوره 15 خدمت شما فرمود فساد در اینجا به معنای مخالفت با شریعت آسمانی هست. حالا پس سر اصل مطلب می آییم. عزیزانم از شما پرسان می کنم، از آغاز کمپاینشان تا لحظه برگزاریشان تا اشتراک کارت گرفتن در سیستم ستاره افغان، همه برخلاف قرآن و سنت است. یعنی با آواز بلند میشنوم، بلند بگو. وقتی که هست آنچه که برخلاف قرآن و سنت باشد، آیه سوره اسرائیل چی خواند؟ فساد. چی خواند؟ فساد. فساد که شد پس گوشت بوی گرفته هستن و یا خیر، ماس ترشکدگی ان و یا خیر، شیر ترشکدگی ان و یا خیر. یعنی در واقع برخلاف قرآن و سنت زندگیشان حرکت میکند. عزیزانم الله چه کاری کرده بود؟ الله در برابر فساد پیشگان بنی اسرائیل که مخالفت کتاب و شریعت کردند، ظالم بخت نصره کسایی را مسلط کرد، نه تنها ملت ها را قتل عام کرد، مقدس ترین جایشان که مسجد بیت المقدس است به خاک یکسان کرد. آیا در تاریخ امروز در اثر اعمال شوم امتای مسلمه من جمله همچو مانند ستاره های افغان ها،
اینها کسایی نیستند که به اثر اعمالشان الله ظالمین را بر ملت‌های مسلمان مسلط کرده است. نیستند؟ آیا بسا موارد مسجدها در اثر این تجاوزها ویران نشد؟ پس از این بیشتر چی میخواهند؟ این فساد است. فساد است که سرانجامش به تباهی و چپه شدن زمین و آسمان می انجامد، در حالی که الله این را قبول نمی کند. سومین معنای فساد در متن قرآن کریم شرک است. سومین معنای فساد در متن قرآن شرک است که اون عبارت از بت پرستی هایی که شما همه مجسما میبینین، عبارت از پرستش آفتاب و مهتاب، عبارت از پرستش آتش ها و موجوداتی که در عصر امروز همه به نام خدا قبول کرده اند، گهی در آنجا و گهی در اینجا. سوره اعراف آیه 56 به صراحت بیان میکند. الله می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوا خوفا وطمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. الله می فرماید لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، شرک را انجام ندهین در زمین خدا بعد از این که ملت‌ها یکتاپرست شدند. یکتاپرستی صلاح زمین است. با آواز بلند: یکتاپرستی شرک، فساد شرک. پرسان که کردم چنان جواب بده که دنیای غرب بلرزد. یکتاپرستی شرک. در کدام جای دنیا که خدا به یکتایی قبول شده و پرستش می شود، اصلاح، صلاح، فوز، کامیابی، رستگاری همه به اون ملت هاست. در کدام جایی که شرک و شرکیات در اون جامعه حکم فرماست، بدبختی، تباهی، دربدری، بدامنی، قتل، قتال، دربدری همه در اون کشور هاست. پس از اینجا الله فرمود لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد در زمین بعد از اصلاح کردن اجازه نیست، بلکه چه کاری باید کرد؟ ودعوه خوفا و طمعا، الله را با ترس و امید خواستن در کار است. الله را یک طرف بترس ازش و یک طرف دیگر امیدوار بوده باش، زیرا ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت الله سبحانه و تعالی نزدیک به مردانی نیکوکار است. پس از اینجا هدفم در اینجاست، آیا این اعمالی که در ستاره های افغان دیده می شود اعمال مشرکین است و یا خیر از شما میشنوم؟ اعمال مشرکین سابقه بیشتر دارد. این ملت ها از 84 به 25 اعمال مشرکین روانند. قرآن تو را منع کرده است که لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. پس تو با جرأت انجام میدهی آیه 56 سوره اعراف. سبحان الله. آیه 73 سوره اعراف چهارمین معنای فساد مال غیر را خوردن. مال کی را با آواز بلند میشنوم؟ هر آن که مال غیر را میخورد این فساد پیش است. خوردن مال غیر صورتا داره نداره؟ بگو. داره. دزدی، من که پرسان کردم فساد بگو. دزدی، رازنی، رشوتخوری، فاحشه‌خانه ها، زورگیری، مال یتیم را به زور خوردن، بر نحوه های مختلف پیسه مردم را از جیب رو بودن، فساد. آلا سیکو. در سوره یوسف علی نبینا و علیه السلام، زمانی که حضرت یوسف جامی را بار برادرش ماند و صدا زدن که شما دزدا هستین، برادران یوسف علیه السلام در جواب گفت لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض و ما كنا سارقین. آیه 73 سوره یوسف. گفت ای مردم شما میفهمین که ما برای فسادم نیامدیم و برای دزدی هم نیامدیم و دزدم نیستیم. پس اینجا خوردن مال غیر را فساد نامیده الله یا نه؟ پس حالا ببین این چل است. میفهمین؟ ای که در ظاهر معلوم کردن استعداد پسران و دختران امت است. شما میفهمین که از اول تا آخر پیسه ازی در جیب کی میره؟ میفهمین یا نمیفهمین؟ وقتی که یک سالی که ناکام مونده ای که میره در یک کشور کفری، رفتن ازی چه قپول میخوره و به جیب کی میره؟ میفهمین؟ خب
از اینجا که حرکت میکنه یا از مسیر تیاره یا از مسیر موتر، این کرا میخواه نمیخواه. در جریان جایی که پایان میشه به هتل نان میخوره پول میخواه نمیخواه، و او جایی که خانه کرایی میگیره پول میخواه نمیخواه، و استاد را که میاره پول میته میخواه نمیخواه. در واقع برگزاری مراسم ستاره افغان که نام دارد در واقع ربودن پول ملت هاست. شد نشد؟ پس پول مردم را یا به دزدی یا به مستقیم یا غیر مستقیم فساد نام داره نداره؟ پس اگر اینا را بگویم نکنین میگه ما اصلاح امت میکنیم، میگن نمیگن. پس امین است که قرآن گفت که لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. ولی اعلان الله را به یاد بگی، الا انهم هم المفسدون ولكن لا یشعرون. با خبر که اینا مفسدان، چیزی را که الله مفسد خواند دیگه تغییر نمیکنه. از اینجا عزیزانم بسیار جالب است، فکر مردم نمیرسد. و در عین حال وقتی که پیام میتن، اسمیس میتن، در اسمیس جوانا بگین 5 افغانی یا 10 افغانی مصرف میخوری، شما متوجه شوین که به جیب کی میری؟ در هر پیامی که 10 افغانی میخوره، در نظر شما چقدر مردم اشتراک کرده پیام داده؟ شما بگین. او را خودشان نمیگه، تخمینی بگین. 20 میلیون گفته؟ 1 میلیون بگی. 1 میلیون ضرب 10 افغانی کو چقدر میشه؟ 10 میلیون میشه نه؟ 10 میلیون پول تو رمیجه آنان از جیبت زده یا نزده؟ زده. پس آنانی که پول غیر، مال غیر را به چل میخورن، الله نام از او را چی مان؟ فساد مان. پس مفسدن و یا خیر؟ وقتی بگوی مفسد هستی چی میگه؟ ما مصلح هستیم که استعداد جوانان را ما چی میکنیم؟ معلوم میکنیم. از اینجا الله فرمود که و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، فساد در زمین نکنین، ولی میگن نه ما چیستیم. یادت بوده باش در آیه 220 سوره بقره یک چیز دیگری را الله فساد خوانده، مال یتیم را خوردن. مال یتیم خوردن را چی خوانده؟ الله می فرماید والله یعلم المفسد من المصلح. الله مفسد و مصلح را می فهمه. یعنی دیکی یتیم را مشترکن کردن، سرپرست یتیم، 1 گیلاس برنج از یتیما در دیک انداختن، 1 گیلاس از خون خانواده به عدالتی معلوم است. اگر 2 گیلاس از یتیم انداختی، 1 گیلاس از غیر از خودت انداختی و تو مفسد هستی، الله مرد مفسد و مصلح را میدانه و میشناسه. پس آلا بگوین بسا خانواده ها پدرایشان مرده، طفلکی در گواره داره، برادر کلان، خواهر کلان در همین سمینارها اشتراک کرده نکرده؟ بگو کرده. پس این پولی که در این مسیر مصرف کرد، این پولی که به تحصیل مواد موسیقی مصرف کرد، در 1 سال ناکامی از این پول کشورهای بیرون رفت، همه این پیسه های چی است؟ بگو. و کسایی که اسمیس و پیامک میتن، اسمیس والا در خانه های صدا نیست که یتیمان در زیر اختیار دارن، از پیسی از او در موبایل انداخته به مصرف 10 افغانی به اینا اسمیس و پیامک میتن، مال یتیم است نیست؟ پس مفسدین هستند. به این معنا مفسدین هستند، به این معنا مفسدین هستند، فساد پیشه اند. اینک در آغاز ما قانون ماندم که از ما خفه نشوند، هیچ با کسی سیالداری نداریم. آیاتایی که آدرس و شماره میتم سوادخوان هستند، به تفسیرهای فارسی مراجعه کنن که همین چنین هستند و یا خیر مشکلشان به الله و به رسول حل کنن. ششم معنای فساد قطع زراعت و کشت زراعت، از بین بردن مال و مواشی و در واقع قطع نسل را بند کردن و قطع کردن نسل ها را. اینا همه در قرآن کریم فساد خوانده شده. چی خوانده شده؟ آیه 205 سوره بقره الله می فرماید و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم. الآیه زمانی که منافقین از حضور پیامبر بیرون میشوند، سعی فی الارض، تلاش میکنن در زمین، گشت میکنن در زمین، کمپاین میکنن در زمین. برای چی؟ برای چی؟ لیهلک الحرث والنسل، برای هلاکت کشت و زراعت را آتش میزنن و نسل را قطع میکنن. و اذا قیل له اتق الله، زمانی که گفته شود از خدا بترس، اخذته العزة بالاثم،
تکبر غرور گناه میگیردش. در برابر تقوای خدا توصیه عالم و دعوتگر نه تنها به دین نمی آید بلکه از تکبر خطرناک چنان به گناهش دل ایرانه حرکت میکنه تو برش حیران شوی. حالا در اینجا گفت که وسعا فی الارض لیفسد فیها فساد در زمین چی را نامید؟ آتش زدن زراعت ها را چی نامید؟ هلاکت نسل ها را چی نامید؟ فساد. حالا پرسان میکنیم امی آتش زدن یا هلاکت به دو بخش است یا نه؟ یکی فکری است یکی فیزیکی بزن بکش، فکری همیست که روح و روان یک نسل چی کو؟ خرابش کو. پولی که از گندم و زراعت به دست بیاری در راه غیر خدا مصرف کنی هلاکتش است یا نه؟ پولی که از مواشی و بز و گوسفند بیاری مصرف کنی است نه؟ پس حالا کسایی که در اینجا اشتراک میکنن یا پیسهشان از زراعت زمینی پدرش از خودش گرفت یا از دکانداریش گرفت یا از مسائل دیگر در واقع بچه و دختری را که به این فکر آلوده ساختن در واقع فکرشان هلاک کردن نکردن. قرآن در آیه 205 بقره گفت که اینا فساد پیشن از حد اعتدال کشیدن ملت ها را، از حد اعتدال ملت ها را کشیدن. از این خاطر متوجه بوده باشین. قال سیکو و اذا تولا، زمانی که از خانهشان میبرایند، زمانی که در آغاز کار از خانهشان میبرایند، سعی فی الارض، سفر به ولایت ها میکنن. چرا؟ لیفسد فیها، برای اینکه در ولایت ها چرا نشر میکنن؟ فساد را. و یهلک الحرث، دارایی که از حرث و زراعت به دست آوردن ملت ها را مصرف میکنه نمیکنه. و نسل، فکر نسل را مصرف میکنن. اگر ملایی برایش بگوید که از خدا بتر این کار نکو، اخذته العزة بالاثم، گناه و تکبر به حد بالا میشه که نه تنها عمل نمیکنه، از کده بالاتر گناهکار و متکبر میشه نمیشه. پس عزیزانم، خود من و شما مسلمانیم، چند صد سال از اسلام آبای ما میگذرد، چرا از 84 به این طرف به نشر فساد دست جمعی قیام کرده ایم؟ چرا استعدادت به فساد مصرف میکنی؟ چرا مالت به فساد مصرف میکنی؟ این مصرف ها جواب دادن ها در کار دارد. چی داره؟ جواب دادن در کار دارد. دوستانی من، از این خاطر یاد باش، هفتمش من اتباع رسول است. هفتمش چیست؟ هر آن که از اطاعت رسول منع کنه او چی نام دارد؟ مفسد. چی نام دارد؟ هر کسی که ملت ها را از کار رسول الله منع کنه چی نام دارد؟ مفسد. بیاییم که قرآن کریم در سوره نمل آیه 48 می فرماید و کان فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون. می فرماید قرآن در شهر میگه 9 قبیله یا 9 نفر بزرگی بود که فساد در زمین میکردن و ملت ها را اصلاح نمیکردن. یعنی قیام تشکل 9 نفری در برابر نبی صلی الله علیه و سلم، هر نبی کی بود، یعنی قیام 9 نفر یک ارگان مخصوص برای این که ملت ها را از راه رسول باز می داشتن، برای فساد دعوت میکردن. قرآن امیر چی نام کرد؟ مفسد. حالا 12 بهترین دارن، میفهمین چند چی داره؟ اینمو 12 بهترین، اینمی 9 تا فاسد است. 9 12 یک سه دیگه زمین مکن. هدفشان چیست؟ و کان فی المدینه 9 رهط، در مدینه و در شهری که برگزار میشه 12 تا فاسد است. چی میکنن این 12 تا فاسد؟ یفسدون فی الارض ولا یصلحون، فساد در زمین میکنن اما اصلاح را نمیخوان. اگر بگویی که تو فاسد هستی چی میگن؟ بگو چی میگن؟ استعداد جوانا را چی میکنیم؟ الا انهم هم المفسدون. به اعلان قابل توجه الله اینا را چی میگه؟ مفسدن، مفسد. ولی کسی قبول نمیکنه کسی قبول نمیکنه. شما باور کنین همون 9 نفری که ملت ها را از راه رسول منع میکرد، فعلا 12 بهترین از همون چی کم بودی داره. میگه در یک از گزارشات کسایی که ناکام شده چی میگه؟ آرمان داشتم که با 12 بهترینم میامدم، دیگه هیچ آرمانی نداشتم، خودمو هم نیامدم. آرمان داشتم که دمو 12 بهترینشم بیام، خیر است اگه با نیامدم، بعد از دمو هم نیامدم. عجیب فساد، عجیب آرمان، عجیب فسادی. از این خاطر دوستان من، عزیزان من،
شرکت ها برایشان در اسمیس که میکنن تقریبا یکان دهن همون سایز 10 میلیون پول تقریبا میگه به نفع از اینا آب میخوره، ولی ملت ها نمیفهمن پول در جیبی کی میمانه میره و سرگردانی و کی میمانه. چی میگم؟ احمق اگر در دنیا باشد مفلس بازی را هنر میگه. هنر در یک از گزارشات چی میگه؟ ما صاحب آرمان داشتیم که از کامیاب شدن در ستاره افغان به کشور و مردم خود خدمت کنیم، به کشور و مردم خود. الا انهم هم المفسدون. آیا تقدیم فساد خدمت است؟ آیا به بی‌حیایی کشاندن خدمت است؟ آیا رسم عروسی اسلامی را به فسادها کشانیدن خدمت است؟ آیا به حجاب شدن خدمت است؟ آیا به همراه بچه ها سفری خارجی کردن خدمت است؟ آیا رقصیدن گردن به گردن ها خدمت است؟ آیا نیم قوله و نیم برهنه رقصیدن خدمت است؟ آیا سیستم غرب و هندو را در این وطن آوردن خدمت است؟ ای وای صدها وای که ما از این مسیر میخواستیم که ملت و مردم خود چی کنیم؟ خدمت کنیم. فساد را خدمت مینامند. ستاره‌ای که زینت فضای زندگی بود، ستاره‌ای که روشنایی برای مسافرین بود، ستاره‌ای که تیری بران و تیغ بران گلوله شلک شده به سمت شیطان بود، ولی از آن کسایی که تجسم شیطانند، ملت‌ها را به تاریکی میکشانند، زینت‌ها را به خرافات تبدیل میکنند و انسان‌ها را به دام شیطان میاندازند، نام از ستاره نام میکنند. عزیزانم، از این خاطر من اتباع رسول را همچی نام کردیم. بگو فساد. در سوره صاد آیه 28 هر نوع گناه فساد نام داره. هر آنچه که گناه باشه چی نام داره؟ الله می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. الله می فرماید آیا ما میگردانیم مردان مومن نیک عمل را مانند آنانی که در زمین فساد میکنند؟ این دو با هم برابرند؟ آیا متقیان با فاجران برابرند؟ پس هر نوع گناهی که در زمین باشد فساد است، هر نوع گناهی که در زمین باشد فجور است. پس الله اعلان کرد پس صف مؤمنان مخلص جدااند، صف مفسد پیشگان جدااند، صف فاجران جدااند، صف ستاره هایی که به نام خودشان ستارند جدااند. هیچ امکان ندارد که اردو مشترکاً به جنت بروند. باید اینا از هم در آخرت چی شوند؟ جدا شوند که مردان مومن مخلص به جنت برود، ملت‌های فاجر و مفسد به دوزخ بروند و بدانند که یک نان چند فطیر می شود، یا بدانند که یک نان چند فطیر می شود. وگرنه در حکمت الهی نیست که ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض. این میگه در حکمت ما نیست که مفسدان در امرای مصلحان در یک صف قرار بدهیم. از این خاطر نو فساد یا نو معنا برای فساد همیشه دوستانی من 8 معنا. نومش به یادت بوده باش. مرتد شدن و قطع و طریقی رم الله سبحانه و تعالی چی خوانده؟ زنا کردن، قطع و طریقی ارتداد را الله چی خوانده؟ فساد. الله می فرماید در آیه 32 سوره مائده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. آنانی که با خدا جنگ میکنن، آنانی که با رسول الله جنگ میکنن و تلاش میکنن که در زمین فساد را نشر کنن، پشت سرش از قطع و طریق صحبت میکند. سرانجام یادت بوده باشه یک شاخه قطع و طریقی اسمی، زیرا 1 میلیون روپیه هنوز کدام رازن از کسی نگرفته. 1 میلیون نه، چند میلیون بود؟ 10 میلیون. هر هفته 1 میلیون میشه. این میگه دیدامدار است نی؟ این تو 100 میلیون و 500 میلیون هنوز کسی ندیده که قطع و طریق گرفته باشه. پس اینا بالاتر از همون نیستن هستن. پس یک نوی فساد است. در عین حال وقتی که اینا با هم اشتراک میکنن، آیا زمینه های زنا را باز نمیکنه؟ زنا بزرگترین شاخه فساد است. مرا خو میفهمین که به سند صحبت نمیکنم، مستند کسی گفت ولی تا هنوز سند ما نگرفتیم و نمیخوایم که بگیرم. از این جمله کسایی که با سفر به کشورهای خارجی میکنه، اونجا مو سیستمای زنا و زناکاریهای برهنه از را مخفیانه فیلم برداری شده، کلیپایش کشیدن. علی
اصل نیست. از خودت قضاوت کن. من نخواستم ببینم. گفتم ما چرا ببینم؟ با ما اجازه شرعی نیست. با ما اجازه شرعی نیست که ببینم. از این خاطر شما که میگن است بدون شک است. پس اینمی سرزمین است که به نام فساد تبدیل کردن. نامش را چی میمانن؟ اصلاح نام میمانن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض. دوستان من، عزیزان من، اینو تا شد. دومش ترک نصرت مومن و دعوتگران اصیل دین امت اسلامی. میفهمین چی گفتم؟ در امتداد تاریخ حتما به دین خدا کسایی است که خدمت میکنه. چی میکنه؟ اگر من و تو باشیم هم است، اگر نباشیم هم نیست. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نام یک شخص نیست، بلکه یک اندیشه است، یک تفکر است. چی معنا؟ رسول نازنین صلی الله علیه و سلم شخصیتش به اندیشه ها تبدیل شد. اگر وفات کرده زنده است، اگر 1000 سال دیگر دنیا عمر دارد زنده است، اگر 1,000,000 سال دیگر دنیا عمر داشته باشد، مسیر پیامبر، فکر پیامبر، اندیشه پیامبر زنده است. پس از اینجا وقتی که زنده است، هر گروهی است که به دین خدا خدمت میکنه، اگر ملتایی که با مردانی که خادم دینن کمک نکنن، نصرت به قدر توان نکنن، اونا هم مفسد و فساد پیشه. ببین که قرآن میگه نمیگه. اگر مشکلی داشته با قرآن حل کن. در امتداد تاریخ در عصر پیامبر کسی با پیامبر نصرت نکرد، قرآن نامش مفسد مانده نمانده. در عصر صحابه با صحابه کسی نصرت نکرد، نامش همیشه دین مفسد مانده نمانده. در عصر تابعین تا امروز، در عصر امروز با کسایی که دعوتگری اصیل دینن، به هر نوی که به دین خدا نصرت میکنن، کسایی ان که توان خدمت دارن ولی نه به زبان خدمت میکنن، نه به مال خدمت میکنن، نه به دعوت خدمت میکنن، بدون شک به نصوص قطعیه قرآن اون هم مفسد است. پس حالا ببین که مفسد است یا نه. عزیزانم، الله سبحانه و تعالی در آیه 73 سوره انفال برای که میبینید چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین كفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبیر. ای مسلمان، علامه فرماید کافران بعضشان دوستانی بعضن، کافران بعضشان دوستانی، مسلمانان هم بعضشان دوستانی. همانا مسلمانانی که به دین خدا کمک میکنن و دیگر ملت ها با اونا نصرت نمیکنن، منتظر فتنه و فساد بزرگ در زمین الهی بوده باشین. هر جایی که با خادمین دین خدمت ترک شد، به هر نوع از انواعی که به دین خدا خدمت میشه دیگران سنگ اندازی کردن، هیچ کسی به زبان و مال و به قلم و به استعداد مال به هیچ چیز به دینداران و خادمین دین خدمت نکردن، نصرت نکردن. تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر. فتنه در زمین و فساد بزرگ در زمین رونما می شود. از چی؟ از کمک نکردنی کی؟ بگو. از کمک نکردن خادمینی دین نبی کریم صلی الله علیه و سلم. بلند بگو از کمک نکردنی کی؟ پس هر زمانی که از ترک کمک فساد و فتنه می آید، پس امانا کسی که کمک می تانست و نکرد اونم فتنه انگیز و مفسد است. پس امروز اگر کسایی که به نام این و آن دختران و پسران امت اسلامی را بی حیا می سازند، به نام این و آن به ستاره افغان و به ستاره غیر ذالک در این فسادها سهیم می سازند، علمای بیچاره جز از زبانشان چیزی دیگر ندارن، شما پیسه داران پیسه هایتان را در این را مصرف میکنین. نه تنها که به دیندار کمک نمیکنی، بلکه این پولی را که باید به جایی که به دین مصرف میکردی به بوجی فساد میریزی، به اکانت بانک فساد میریزی. الله تو را فتنه انگیز و فساد پیشه میخواند. میفهمین؟ آلی برو آیت را ببین خودت بدانی کارت. در قرآن ما یک اصول داریم که لفظ عمومش بگیم، مسیر نزولش بمان که در چی نازل شده. فقط ترک کمک به مردان مومن و زنان مومنه که به دین خدا خدمت میکنن اون باعث فتنه و فساد امت اسلامی میشه. خود نمی تشکل ارگان ستاره این و آن از نبود کمک مسلمانان به دینداران است. اگر ما در 84 دست با هم میدادیم،
کمک میکردیم، پیسدار با غریب، ملا با عوام، محصل با استاد پهنتون، همه ملت ها جمع میشدیم، دروازه از امون لحظه بند میتونستیم نمیتونستیم. اینال روز افزون است، نه تو بند میتونی نه من نشان نگدا، تا که الله بندش نکنه، بندش نکنه. از این خاطر دوستانی من، این انواع چیز 10 سبب از برای چی شد بگو؟ فساد. الله اینمی 10 سبب میگه وقتی که در دنیا آمد با خرابی آسمان و زمینم نزدیک میشه. پس حالا کسایی که از عمران صحبت میکنن، از بازسازی صحبت میکنن، از ساختمان ها، از نوسازی صحبت میکنن، شب و روز در پی تخریب عالم انسانی روانن. هستن نیستن؟ هستند. پس از اینجا سر اصل مطلب میریم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی که گفته شود فساد به انواع مختلف در زمین اسلامی نکنین، همگان میگویند که مایان مصلحین هستیم، ولی اعلان خدا را به گوشت بگین، دعوای دیگران را نه. الا انهم هم المفسدون. با خبر که نافساد پیش اند، به اعلان عمومی خداوند و قاطبه ملت بشریت تا روز قیامت نافساد پیش اند. اینمی 10 سبب به انهای مختلف به یادتان بوده باشد. دوستانی من، اینا امتحان استعداد انسان ها را میکنه. الله را هم گوش کو که چی امتحان میکنه. الله سبحانه و تعالی میفرماید لتبلون فی اموالکم و انفسکم. هر آینه شما امتحان کرده میشین در مال و نفستان. چی کرده میشین؟ آیا این مال و نفس برای خدا مصرف میکنی یا این مال و نفس برای فساد مصرف میکنی؟ از مالت علایده جواب میدی، از فساد از نفست علایده جواب میدی. به یادت نیست گفته بودم لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامه حتی یسأل عن 5. روز قیامت قدم فرزند آدم را اجازه نیست که قدم فرزند آدم را اجازه نیست که از جای خود تکان بدهد تا زمانی که 5 سوال جواب نداده است. چی؟ یکی از آن 5 امیر میگم که مالش است، چیزش است. پس این پیامک و اسمیسی که تو دادی به هزینه 10 افغانی، روز قیامت از تو پرسان میشه که 10 افغانی را به کجا مصرف کردی. پرسان میشه نمیشه؟ از جوانیت پرسان میشه که جوانی را در تحصیل چی مصرف کردی، در تحصیل اسبابی که تو آمادگی به ستاره افغان گرفتی، آمادگی به امتحان خدا. از جوانیت، از عمرت، از مالت، از درآمدت، از برآمدت چی میشود؟ با آواز بلند میشنم. الله در 93 سوره نحل می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تسألن عما کنتم تعملون. والله قسم، با یکتایی خدا الله قسم یاد میکند که شما را از عملتان سوال میشه. ولا تسألن عما کنتم تعملون. والله قسم که از ذره ذره اعمالتان چی میشه؟ از قدمی که به این مسجد در رفتن ماندی سوال میشی، از او کارتی که پول دادی گرفتی سوال میشی، از او سر سجده و تعظیمی که به حضور داور کردی، رکوع کردن به غیر الله، قیام به غیر الله مثل نماز، سجده به غیر الله مثل نماز، به اتفاق امت اسلامی از دین کشیدن معنا میشه. او را از کجا میکنی؟ حدیث بیهقی مرسلا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام. هر آن که صاحب بدعت و آن که خلاف دین خداست تعظیم کرد، بدون شک به نابود اسلام کمک کرده است. این را کجا میبری؟ پس به هیچ وجه حرکتی که در اینجا نشست است، برخاست است، مصرف است، شنیدن است، گفتن و گوش کردن است، به هیچ وجه شاخه دینی ندارد. ولی چرا به این ملت ها به این اندازه شلع هستند؟ چرا ستاره قرآن نمی داشته باشی؟ چرا ستاره سیرت نمی داشته باشی؟ چرا ستاره دین نمی داشته باشی؟ چرا ستاره تقوا نمی داشته باشی؟ چرا ستاره عدالت نمی داشته باشی؟ چرا ستاره که در برابر ظلم قیام کرده باشه نمی داشته باشی؟ چرا ستاره امنیت نمی داشته باشی؟ چرا ستاره محبت و دوستی اسلامی را عنوان نکردی که ستاره افغان را از فساد عنوان کردی؟ بخش‌های دین را به نام عدالت و امنیت، سیرت و شناس خدا، ستاره معرفت خدا، ستاره معرفت رسول الله، ستاره معرفت امام ابو حنیفه چرا انتخاب نکردی؟ ای حیف بر تو ملتی که به نام این و آن خود را پیوند اسلامی و ایمانی میدهی و اعمالت را چنان میکنی که والله اگر در هیچ حاشیه دین دیده شود
از این خاطر این نکته های عجیبی هست که به سوی فساد می روند انسان ها. آیه 117 سوره هود الله می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. هیچگاه الله هلاک نمیکنه یک قریه را که مردان مصلح در اونجا بوده باشند. معنی است که وقت مفسدین که فرا گرفت جامعه را، زمان هلاکت ملت ها فراهم میرسد. میدانید وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. هیچگاه الله قریه را هلاک نکرده که اهل قریه چی بوده باشد، با تا زمانی که چی نشوند قدم به قدم در ستاره افغان به سوی هلاکت جامعه ها حرکت میکنی. سلاح کشتار جمعی همین است، بزرگترین مواد مخدر امین است، ترور فکر پسران و دختران امت اسلامی امین است که همه را برباد کرده اند. آیه 118 سوره نساء هم بیان میکنه که مردان به کدام کمپاین روان هستند. الله از شیطان در قرآن چیزی که گفته الله نقلش میکنه. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الله می فرماید که شیطان چی گفت؟ قسم به خدایی توی خدایا لأتخذن، بدون شک به یقین میگیرم، من عبادک، از بندگان تو، از زنان امت، از پسران امت، نصیبا مفروضا، حصه مقرر و مشخص. کسایی می باشد که به کمپاین ما میآیند و به کلام خدا و رسول جواب نمیدهند که نمی مردم است. در فهرست کل آوازخوانانی که به نام 12 بهتر و 14 بهتر و اشتراکی به اصطلاح ستاره افغان و دیگر، همه کسایی هم که نصیب مقرر شیطانند، سید شیطان شده اند. سیدی که شدن با آواز بلند شیطان لعین. عزیزانم، این نکته های عجیبی هست که از متن قرآن اشاره کردم خدمتتان که الله سبحانه و تعالی به همه من و شما رحم و کرم بفرماید. این صرف مالی که کردین قرآنی را تبذیر میگه. چی میگه؟ یعنی مصرف پول به ایسیمیس و پیامک، به فرا گرفتن اسباب موسیقی در کشورهای بیرون، اینا را همه را تبذیر میگه. الله می فرماید ولا تبذرن المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. از تبذیر کار نگیرین، برای اینکه آنان مال خود را در غیر محل صرف میکنند. برادران شیطان، همسنگران شیطان در عمق دوزخند. نباید در این مسیر حرکت کرد. عزیزانم، به هر طریق، به هر طرفی که بریم، والله اگر یک دلیل به مشروعیت ازی یافته باشیم که اینا چی میخواهند، یک دلیل به مشروعیتش نیافتیم، یک چیز میگن پول از خودی ماست. اگر در ملا صاحب بودیم که خوش میشه، پول از خودی ماست، چه کار داره دل ما که در جای مصرف کردیم. الله میفرماید از قوم شعیب علیه السلام نقل میکنه در آیه 87 سوره هود. قوم شعیب علیه السلام آنانی بودند که از ترازو میزدند. شعیب علیه السلام گفت نکنین این سرمایه غلط است. گفتند یا شعیب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا. نماز تو امر میکنه که ما خدایان خدا ترک کنیم، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا که ما بکنیم در مال آنچه میخواهیم. تو را دیگه چی مونده؟ نماز امر میکنه. انک لانت الحلیم الرشید. تو یک مرد بردبار دانشمند روشن فکر بودی، چی بلا زده ترا؟ الیاذ بالله ثم الیاذ بالله. حالا اگر یک عالم و یک دعوتگر بگوید که ای مسلمان چرا این مال تو رقم مصرف میکنی، میگه سرمایه خودیم است. الله هم این نقل کرد، میگه او تو خو یک آدم روشن فکر بودی، او یک وقتی مناسب که ما در صفحه تلویزیون بود، یک وقت که ما ساز گوش میکرد، یک وقت خودش دوز داوری ستاره افغان میکرد، علی خسته ما را من نمیکنه. میگه انک لانت الحلیم الرشید. تو خو مرد بردبار و دانشمند و راهنما بودی، چه تو ای در بدر شدی که حالا در مقابل ما خیستی؟ میگن نمیگن، ما و شما را کونه فکر میگن. چی میگن؟ کونه فکر. از این خاطر دوستان من از سر نو میگم که ستاره افغان را بشناسید، ستاره افغان را بشناسین. اینی زندگی است که از ستاره افغان به میان میآید. از ما گپی ما در درون مسجد، از اونا در کشورها عموما میبینن یا صرف افغان ها میبینن مجلسشون؟ عمومی دنیا میبینن. ما در برابر از او چی کاری کنیم؟ آخرین حرف ممیز، یکی سخنان دلپذیر است که دلهای سخنپذیر است. سخنان چیست؟ امی آیاتی که خواندیم سخنان دلپذیر است یا نه؟ مگر دلهای سخنپذیر گم است.
دلهای چی گم است؟ الله به ما دلهای نصیب بگردان که سخنان الله و رسول را بپذیریم. حاضرین مجلس ما را، زنان و مردان، امت اسلامی، خواهران و برادران ما را الله از این مصیبت، از شوق و علاقه به این مصیبت محفوظ نگه دار. الله در عالم اسلامی کسایی که به فساد و فساد پیشگی علاقمندانه رفتن بیخبرانه، بعد از اینکه به وسیله خبر میشن، توفیق عمل نصیب بگردان. الا آنچه که ما گفتیم با قدرت ذات الهیت مؤثر بگردان. ای الله امیدوار هستم مانندی که فسادهای خرافات دیگری را رد کردیم و مؤثر شد، امت اسلامی قیام کرد. امیدوار هستم که در این باب هم امت قیام کنن و جلوی مفسدین را از فساد بگیرن. الله متعال حاضرین مجلس ما، خواهران و مادران ما را از این بلاها محفوظ نگه دار. الا توفیق عمل به دین و به نظام خدا و رسول نصیبشان بگردان. دوستای زنگ زدن مریضی دارن در مدینه منوره، خودشان اینجا هستند. از کندوز زنگ زدن، از دولت آباد، از دیدادی، یادم نیست از بعضی ولایت‌های دیگری کسی مریض داشت و کسی چیزای مشکل دیگری. الا همه را مشکلاتشان مرفوع بگردان. الا همه دوستایی که دعا خواستن خادمین دین بگردان. دوستای میگن که دعا کنین کامیاب شیم، ما تو دعا میکنیم که الله تو را خادم دین بگردانه. الا توفیق خدمت دین نصیب بگردانه. به هر نام، به هر جایی که استی، الله تو را توفیق خدمت دین نصیب بگردانه. در باب خدمت دین تو را موفق و کامیاب و پیروز بگردان. الله متعال مراکز دینی دعوت و تدریس ما را دائمی بگردان و یاران و دوستانی که با ما هستند منتظر دعا، الله در هر دو دنیا موفق و پیروز بگردان. دوستایی که در اینجا همیشه در این موسم سرد و یخ، در این برف و باران زمستان به خاطر درس دین می آیند، الله در برابر هر قدمشان لگ لگ نیکی نصیبشان بگردان. لگ لگ گناه صغیره و کبیره ما را عفو بگردان. حاضرین مجلس ما را از روز قیامت شفاعت رسول به نصیب نگردان. الا هر دوستی که از ما توقع دعا دارن یادی من است، الله در هر دو دنیا موفق و پیروز بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. الله خودش رحم کنه. این دایره گردی که در اینجا است، اینجا کلمه الله جل جلاله نوشته است. این شما که میخورین کاغذ شده کناراب میاندازیم. دیگه در برابر کفر و کمونیست و بیدین چی بخیزیم که قرآن ما را سوزاندی یا قرآن ما را تو به مرمی زدی؟ باور به خداوند بکو که هزارا بسکوت ما و شما خوردیم و کاغذ ازی رفت، از این کناراب رفت نرفت. دیگه این فکرتان باشه اید اول خودم قدم اول فتوای مامیز که نیم رو نخرن. من دایگان که میگیرین این اعلان کنین که هر منبع که میاره بگو کفریات است. کلمه خدا را، نام خدا را در زیر پای میکنن. شاید به می هدف هم توضیح شوره. از هر طرفی کسی نمی دایرگه که گردش کلمه لا اله داره، ایره جمع کنین کاغذایش یک جایی که زیر پای نشه. در غیر از او دیگه نه رایگان بگیرین، نه دیگه باید منبع اصلیش ایره بفهمه. نام الله را در کراوش اینا نوشته کردن، در زیر پای اینا نوشته کردن، در بسکوت اینا نوشته کردن، درود نوشته کردن، در پاپول نوشته کردن، در نامش چیزی که از کلمه الله را نوشته کردن در زیر پای رفت. دیگه به این رقم من نمیفهم که الله متعال خودش چی میخواد. بسیار جالب است، گپی خرد نیست. یک عکسی پدرت چوکات کرده در بری دیوال دست میکنی، به احترامش رو پاک میکنی. آیا تلویزیون تا پاک میکنی برابر تلویزیون تا ارزش نداره؟ برای از خدای چی رقم ملت و مردم است. یک تلویزیون فاسد شب و روز پاک کرده و نگاه میکنن. چقدر نظام فاسد دیگر اون مجسمه‌ای که از سگ و خر در کلکینش از پاک کرده نگاه میکنه و کلمه خداوند در زیر پایش در کناراب میاندازه. این چی رقم در بدری سیری؟ چرا این رقم ملت چرا پرسان نمیشن؟ این یک رقم کسایی که پیسه دار و دکاندار و تجارت پیش هستین خودتان به یک جای برسونید. از هر ارگانی که توضیح میشه کلمه الله را قصداً نوشته میشه، سو نیست، اشتباه نیست. کلمه الله را در بسکوت و تفلک میخوره در زیر پای در کثافتدانی در یک جای میاندازه. قدر یک مجسمه که در الماری ماست به الله ما احترام نداریم. او رفته چند دایره پاک میکنیم، تلویزیونی فاسد هم پاک میکنی و با آمادگی ستاره افغان چقدر مصرف کردن کلمه الله را در زیر پایشان میکنه. الله خودش به ما و شما رحم و کرم کنه.